يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزه سوره ماعون. يا حامل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت حرف رب فتحه غفظ خوانده می شود. أرأيت الذي مد طبیعی یکذب بالدین. بالدین همزه وصل کلمه ها رو پیوست کرد. بالدین مد عارضی با سکون. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك مد طبیعی الذي مد طبیعی يدع اليتيم همزه وصل کلمه ها رو پیوست کرد. یتیم مد عارضی با سکون. ولا يحض على طعام المسكين. ولا مد طبیعی يحض حرف ضاد حرف استعلاء است غفظ خوانده می شود. على مد طبیعی طعام طا حرف استعلاء است غفظ خوانده می شود. طعام ع مد طبیعی طعام المسکین همزه وصل کلمه ها را پیوست کرد. مسکین مد عارضی با سکون. فویل للمصلین. فویل ادغام بغنه. مصلین حرف صاد حرف استعلاء است غفظ خوانده می شود. مصلین مد عارضی با سکون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين مد طبیعی مقدار 2 حرکت کشیده می شود. هم میم روشن خوانده می شود اظهار شفوی. عن صلاتهم در اینجا اخفا حرف نون را اخفا کرده می خوانیم. صلاتهم حرف صاد حرف استعلاء است غفظ خوانده می شود. صلاتهم لا مد طبیعی مقدار 2 حرکت می کشیم. صلاتهم میم با سکون اظهار شفوی روشن خوانده می شود. ساهون سا مد طبیعی هون مد عارضی با سکون. الذين هم يراءون. الذين مد طبیعی مقدار 2 حرکت میکشیم. هم حرف میم اظهار شفوی روشن خوانده می شود. حرف میم یراءون یرا مد متصل مقدار 4 حرکت کشیده می شود. اون مد عارضی با سکون از 2 تا 3 4 تا 5 حرکت کشیده می شود. ويمنعون الماعون. ويمنعون العو مد طبیعی همزه وصل کلمه ها را پیوست کرد. ما مد طبیعی عون مد عارضی با سکون. این بود درس امروزه. با همین درس را به آخر می رسانیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.